وقتی بچه‌مون یه دروغ میگه سریع به خودمون میگیم که وای بچه‌م داره دروغگو میشه. اما یه لحظه صبر کنید، خودمونیم. همیشه دروغ گفتن یعنی بچه‌مون داره بد میشه؟ نه، خیلی وقتا بچه دروغ میگه چون ترسیده و این یعنی یه زنگ هشدار برای سبک فرزندپروری توی والد. یعنی مامان خیلی بهم گیر میدی یا بابا خیلی ازم انتقاد میکنی یا مامان بابا خیلی به من سخت میگیرید. ببین یه فرمول برای دروغ گفتن بچه‌ها وجود داره، اینه که یا از سرزنش شدن میترسن یا از دعوا شدن میترسن یا اینکه فکر میکنن دیگه شما دوستشون ندارید اگه بفهمید اونا یه اشتباهی رو انجام دادن. پس توی این موقعیت ها چون راهکار دیگه‌ای به ذهنشون نمیرسه برای حل مسئلهشون، میخوان سریع قایمش کنن و این قایم کردن تو چشم شما والد میشه یک کار اشتباه و دروغ گفتن، ولی در ذهن کودک میشه یک اقدام دفاعی. برای چی؟ برای اینکه با اون والد سرزنشگر دعوا کننده برخورد نکنن. من یه روانشناس کودکم و بارها دیدم بچه‌هایی که دنبال امنیت بودن اما چون تشر شنیدن تصمیم گرفتن پنهانکاری کنن. اگه ما به جای اینکه بترسونیمشون بیایم یک محیطی رو فراهم کنیم که بچه بتونه اشتباهش رو بگه، دیگه برای بازگو کردن اشتباهاتش نیاز به زور و تهدید نیست. و اینو بدونید بچه‌ای که از شما نترسه نیازی به دروغ گفتن نداره.